تشکر زیاد. اینجا سوال ها زیادن، وقت متاسفانه خیلی کمند. لطفا از شما خواهش می شود که مختصر و کوتاه‌تر صحبت جواب دهید، خوب است. نفر دیگر به اسم بهادر عبدالله سوال کرده است. محیدین کبیری به این سوال جواب بگو. یک بار خدمت های محترم پیشوای ملت را تعریف کن اگر مرد و حقیقت باشی. التماس دیگر مردم رو جنگ نه انداز. من پیش از اون که به این سوال بپردازم میگم که بعضی سوالای هست که نمیشه کوتاه در 2-3 دقیقه جواب داد. من عذر میخوام و گاهی دیگر جوابها طولانی میشود، شما هم به ما این اجازت رو بدید. اما این دو سوال داده است، مطمئن باشید ما اینقدر شجاعت و جسارت و جوانمردی داریم که خوب و بد را آشکار بگیم. اون خدمت ها خوبه که امام علی رحمان همچون پرزیدنت کرد پنهان نیست و خود همین جواب گفتن به در صلح، حالا چی از طرف استاد نوری بود، چی از طرف روسیه بود، از طرف هر کسی بود، همون که راضی شد این کار مثبت است و ما این رو همیشه تاکید کردیم و خواهیم کرد. اما معنی آن را ندارد که از جنایت‌هایش چشم بپوشیم. اگر خدمت‌هایش رو میگیم که اون مسئولیتش بود برای اون کارهایی که همچون پرزیدنت کارهای خوبی که انجام داد، از ملت معاش میگیرد، ملت به اون ماشین میدهد، جای کار و جای زندگی داده است. نمیدونم بالاترین معاش و بالاترین شرایط را در بین همه پرزیدنت های دنیا دارد در یک ملت و کشور قشاق و این وظیفه‌اش است، این کار را باید انجام بدهد. اما در برابر این باید درباره این جنایت ها، قانون شکنی ها و رفتارهای بد هم گفت. بنابر همین برادر عزیز ما مطمئن باشید که هم خوبی ها را خواهیم گفت و هم بدی ها را میگوییم. اما چون امروز در یک شرایط قرار داریم که هیچ کس از کمبودی ها نمیگوید، شما میبینید که شبانه روزی تلویزیون های دولتی فقط تعریف میکنند و از خوبی ها میگویند، مبالغه میکنند، حتی دروغ میگویند. تمام خدمت های ملت و دولت و هزارها منصبدار و وظیفه‌دار را به یک شخص نسبت داده ایستادند. خب شما هم اجازت بدهید که یک نفر یا یک گروه از کمبودی ها هم بگن این سیاه کردن نیست، این نادیدن خدمت ها نیست، بلکه این برای رعایت توازن و گفتن فکر الटरनेटिव्ی اجازت بدهید که ما از کمبودی ها هم بگیم. مطمئن باشید که ما این جسارت و این جوانمردی رو داریم. سلامت باشید. فید ایبیف از پخش مستقیم حالا سوال کرده است. شما با عزت امان چی رابطه دارید؟ میگویند که خود را شاگرد شما محسوبات. خب من عزت امان را همچنین یک تاجیک، همچنین یک جوانمرد مبارز میشناختم از قبل و حال هم چنین میشناسم و مثل دیگر مبارزانی که هست. این معنی را ندارد که عزت امان مثلا عضو نهضت است یا عضو پیمان هست و همزمان معنی را ندارد که با ما رقیب است یا دشمن ما یا کدام حزب دیگر باشد. یکی از مبارزان است و وقت نشان خواهد داد که این تلاش های ایشان با کجا خواهد انجامید. ما با ایشان و تمام کسانی که میکنند برای کار و موفقیت خواهیم و بله در جایی بود که ما همکار بودیم، ایشان همراه ما بودن، کمک میکردن و خیلی هم زحمت میکشیدن. ما منتدار هستیم، اما اونا دیگر راه و روش خود را دارن. در هر جایی که ما لازم دانستیم که ایشان را کمک کنیم به خاطر ملت و آینده دولتمان، این کار را خواهیم کرد، همچنان که به دیگر نیروهای مبارز کمک خواهیم کرد و هر جایی هم که لازم دانستیم که از ایشان کمک بخواهیم این کار را انجام خواهیم داد و خیلی هم شفاف و آشکار. باشید. خواجه در پخش مستقیم سوال کردند کبیری جای کار نداری؟ درآمد زندگی از کجا؟ آیا اغواگری بدگویی منبع درآمد است؟ نه دوستی عزیزم، اغواگری منبع درآمد نیست. شما خوب میدونید که خدا را شکر از اول از روزی که به سیاست وارد شدم با امکانات و توانمندی های اقتصادی خود وارد شدم و شاید اولین وکیل مجلس نمایندگان بودم که تمام دارایی های خود را در دکلراسی هم نشان دادم و همین بود که مرا در پارلمان بعد از دفتر ریاست جمهوری از پارلمان بار دیگر سنجیدن و در رسانه ها هم گفتن که از همه ثروتمندترین وکیل مجلس نمایندگان
چرا من تمام دارایی خود را قبل از وارد شدن به سیاست، قبل از رئیس حزب نهضت شدن و وکیل مجلس نمایندگانش آشکار کرده بودم. امروز چرا میگید که من کار ندارم؟ اگر این کار نیست، این فعالیتی که ما کرده شدیم این کار نیست، من رهبر پیمان ملی هستم، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم و طبیعی است که این هم کار هست، خراجات دارد و نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی تاجیکستان، نه تنها من بلکه دیگر مسئولین خود را در چنین حالاتها حتما کمک و پشتیبانی خواهد کرد. شما مطمئن باشید، در فکر زندگی و معاش ما نباشید. اگر که در فکر این هستید تشکر، دستتون در نکند و اگر توانید کمک کنید، اگر نمیتوانید مطمئن باشید که ما در این مسئله مشکلی نداریم. سلامت باشید. نفر دیگر به نام فید ای بی اف، اندیشه شما درباره محمد علی حیی چیست؟ خب من محمد علی حیی را یک قهرمان میدانم، قهرمان با تمامی معنایش، با تمامی این وزن این کلمه. در صحبت قبلی هم گفته بودم که اگر ما تاریخ زده و تاریخ پرست نمی بودیم، قهرمان های ملی خود را از حساب مردگان و از حساب افسانه ها جستجو نمی کردیم، بهترین قهرمان و بهترین نمونه یک تاجیک سربلند و بناموس و مبارز این محمد علی حیی است. اگرچه محمد علی حیی معاون من بود، از من اطاعت میکرد و تا امروز سرسپردگی خود را به این راه نشان داد، اما من محمد علی حیی را در مبارزه استاد خود میدانم. نه تنها محمد علی حیی را بلکه تمام اون برادرانی که همراه محمد علی حیی در زندان ها نشستند و تحت این همه فشار و این همه زوراوری آماده نشدند که حتی یک کلمه هم ضد ما بگویند. اگرچه این راضی شدن به این فشارها و به شرطهای حکومت اونها را از زندان آزاد میکرد، از این شکنجه ها آزاد میکرد و آزاد میکند، اما اونها این جوانمردی را نشان دادن. بنابر همین با تمام معنا من استاد محمد علی حیی را قهرمان ملی تاجیکان میدانم. خب تشکر. لطفالله سفرов سوال کردن که شما در یک مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بودید که سال 2015 بود است، بعد انتخابات پارلمانی، و در آخر شما گفتید که آینده تاجیکستان را یک مشکلی کلان فرا میگیرد و بعد این مشکلی دیر دوام نمی کند و آینده تاجیکستان را درخشان میبینید. پس بگویید که چی مشکلی بود و هست؟ شما اون وقت دیپوتات بودید، چرا پیش از برآمدنتون از تاجیکستان کاری نکردید؟ خب اگر من این صحبت رو سال 2015 بعد از انتخابات پارلمانی کرده باشم، همونطوری که این دوستمون میگه، و در تاجیکستان بودم، شاید این دیگر دقیقا همون شب و روزهای هست که ماهای مارت میتواند باشد، چون من 16 مارت تاجیکستان رو ترک کردم. و بله، برای آن که آینده تاجیکستان رو در اون شب و روزها دید که وارد یک مرحله دشوار میشد، برای این بسیار عقل کلان داشتن لازم نبود. خود روند حادثه ها نشان میداد که رفتارهای حکومت و مسئولین بیانگر آن است که تاجیکستان وارد یک مرحله دشوار می شود. چرا من به این نتیجه رسیده بودم اون وقت؟ چون وقتی که با مسئولین حکومت صحبت میکردم در پارلمان، در اپارات پرزیدنت، قبل از برآمدن من 3 ساعت صحبت یک به یک با رئیس کمیته امنیت ملی یتیموف داشتم و مجموع این صحبت ها و تحلیل ها و رفتار حکومت در انتخابات پارلمانی نشان داد که حکومت و بخصوص رحمانوف یک سیاست را پیش گرفته است که دیده و دانسته تاجیکستان را وارد یک بحران و یک مرحله دشوار میکند به خاطر رسیدن به هدفهای شخصیش. و این دیگر واضح بود. شما این تحلیل را در صحبت‌های تمام کارشناسان اون شب و روز می‌دیدید. اما چرا من اون شب و روز میگفتم و حال هم به این نظر هستم که این مرحله طولانی نخواهد بود؟ البته خود کلمه طولانی یا کوتاه یک مفهومی نسبی هست. ما چی را در نظر داریم؟ مثلا چند سال در نزد تاریخ خیلی کوتاه هست و من امید دارم، ما تلاش کرده ایستیم که این مدت کوتاه باشد، کوتاه‌تر از آنی که رحمان می‌خواهد. یعنی ما هر چیز زودتر این مرحله دشوار را بگذاریم، مرحله که ملت الان در آن قرار دارد، در یک حاکمیت بحرانی خانوادگی و شاید چند سال دیگر طول میکشد. واقعا در نزد تاریخ یک مدتی طولانی نیست.
اگرچه ما در این مدت متاسفانه بعضی عمرها را از دست میدیم، بعضی آدمان کشته میشوند، به شهادت میرسند، حالا معلوم نیست که ما هستیم یا کسی دیگر، اما برای ملت یک تاریخ طولانی نخواهد بود. بعد از این حتما من باور دارم که ملت وارد یک مرحله جدید و پیشرفت خواهد شد، چون حاکمیت خانوادگی من فکر میکنم که پایین ترین مرحله یک دیکتاتور است. ما دیکتاتور فردی داریم که ما این را از سر گذراندیم. رحمان به تنهایی خودش تمام قدرت را در دستش جمع کرد و الان رسید به دیکتاتور خانوادگی که الان فرزندان را و خویش و تبار را آورد و این حاکمیت را میخواهد در آینده با آنها تقسیم کند. من فکر میکنم این پایین ترین مرحله هست که یک دیکتاتور میتواند از خودش نشان بدهد و پایین ترین مرحله یک ملت هم هست. یا ملت میتواند به طور طولانی این تحقیر را تحمل کند که یک نفر و یک خانواده او را حاکمیت برانند، بدزدند و تمام دارایی و ثروت یک ملت را برای خود و خانواده خود بگیرند. من فکر میکنم از این بیشتر ملت تحمل نخواهد کرد. از این هست که من به این باورم که ما الان در یک مرحله دشوار هستیم. امید دارم که این مرحله طولانی نخواهد بود و بعدش یک مرحله بسیار هم شکوفایی ملت و دولت تاجیکستان فرا خواهد رسید. تشکر زیاد. اینجا یک برادر یک سوال فرستاده است که مجری شما ایشان عبدالستار و یکی از فعالان عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان در سالهای 97 در کمیسیون آشتی ملی یاردمچی مولا عبدالرحیم بودند و بعدا در کمیته گمرک هم یاردمچی بودند و آن جنایت و خیانت هایی که آن کس انجام دادن میدانند، مثل که دیپلم قلبکی داشتن و دیگرها. چرا این کس چیزی نمیگویند و یا اینکه یگان رعایت خشتبوری میکنند؟ این سوال راست که به ما شده است استاد. با فکر میکنم که در یک از حاشیه نشستی سازمان امنیت همکاری در اروپا استاد به این سوال یک کمی پاسخی دادن. پاسخی خوب بود و اگر وقت شود من هم سر این فسرت یکان وقت جواب خواهم گفت. خب در اینجا یک سوال دیگر است از نام استفاده برندان یوتیوب. نظر شما نسبت مصاحبه آخری وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف و چرا آن از مجله کامرسانت حذف شد؟ بله، من این مصاحبه را خواندم و نه تنها در مجله روزنامه کامرسانت بلکه در سایت رسمی خود وزارت امور خارجه روسیه هم هست، در دیگر جا هم بازنشر شد و بعضی رسانه‌های تاجیکی هم این را بازنشر کردند و واقعا بعدا دیدیم که هم کامرسانت و هم سایت رادیو آزادی آن را از برداشتن این متن. چی میتوان گفت؟ این بیانگر آن است که من پیشترم در صحبت گفتم که حکومت امروز تاجیکستان آیسته آیسته دارد در حاشیه منطقوی هم قرار میگیرد، به انزوا رفت. ما پیشتر گفته بودم مثلا در صحبت قبلی هم که این تنها یک زحمت و تلاش‌های پیمان ملی نیست، بلکه تمام جامعه شهروندی و حتی خود رفتارهای حکومت هم باعث گشت که حکومت تاجیکستان در انزوای بین المللی قرار گرفت. اما در منطقه بعضی همفکرها و شریکات داشتند و امروز هم دارند، این جای پنهانش نیست. اما وقتی که یک مسئول بلندپایه روسیه میاد چنین موقع گیری میکند، این معنی را دارد که حکومت تاجیکستان وارد یک مرحله دشوار حتی در منطقه شده ایستاده است و در منطقه هم به انزوا رفت. اولش اینکه وزیر امور خارجه روسیه آمد اعتراف کرد که یک طرف صلح حزب اسلامی بود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که این را همیشه رحمان حداقل در این سالهای اخیر رد میکرد. ولی روسیه همچون کشور میانه رو و کفیل صلح و کشوری که واقعا هم زحمت و تلاش کشید همراه ایران آمد این را اعتراف کرد. دوم اینکه اینها درک کردن در روسیه که اون چیزی که الان در تاجیکستان میگذرد به امنیت و ثبات نه تنها تاجیکستان بلکه همه منطقه ربط دارد و خللدار میکند. روسیه هم ببینید وقتی یک موقع گیری میکند نه به خاطر آنکه کسی را دوست میدارد و علیه کسی است، روسیه دنبال منفیتاش است. روسیه دنبال آن است که منطقه آسیای مرکزی و منطقه پساشوروی ثبات و آرام باشد
چون در منطقه خیلی خطرها و تهدیدهای زیاد هستند که از همه بزرگترینشون این افراطگرایی هست، قاچاق مواد مخدر هست، قاچاق سلاح هست و غیره ها کذا. اگر خدای نکرده در تاجیکستان حادثه رخ دهد یا در یک از کشورهای منطقه، همه این تاثیر خود را به روسیه خواهد رساند. بنابراین است که روسیه پیش از آن که یک اتفاقی بیفتد، یک حادثه شود، میخواهد پیشگیری کند و این طبیعی هم هست. و آنه که الان روسا به این نتیجه رسیدن، این نشانه آن است که درک کردن وضعیت را. هرچند رحمان تلاش کند که همه چیز آرام است، ثبات است و هیچ گونه اپوزیسیونی نیست، یک گروه ضعیف هستند، اما بالاخره کارشناسان، تحلیلگران دارن تحلیل میکنن و از همه مهمه شاید که نه اینکه اینجا قدرت اپوزیسیون را دیده باشند، بلکه بیشتر ضعف خود حکومت را درک کردن و این بیشتر اونها را میترساند. بالاخره یک انسان یک مرز دارد، قدرتش، توانمندیش، اون که تمام شد به نهایتش رسید، از عامل ثبات تبدیل به عامل بی‌ثباتی می شود. اگر تا امروز خود شخص امام علی رحمان و روش حکومتداری او برای بسیاری از کشورهای منطقه همچون عامل ثبات بود، از او پشتیبانی میکردن، الان اونها درک کرده ایستند که با این روش او خودش و روشش تبدیل به یک عامل بی‌ثباتی می شود و این است که اونها بانگ خطر میزنند و میخوان وضعیت رو پیش از اون که یک حادثه بیفتد، اتفاق بیفتد، اون رو پیشگیری کنند. من فکر میکنم که اینجا این فهمیش، این درک در روسیه و در کشورهای منطقه حاصل شده ایستاده است و اونها دنبال منفعت‌های خودشان هستند، دنبال آرامش هستند و اگر من تعجب نمیکنم اگر بعد از روسیه هم کدام یک کشور دیگر بیاد همین گونه مسئله گذاری کند و حتما مسئله گذاری خواهند کرد، اون وقت خواهیم دید که حکومت تاجیکستان چی موقع خواهد گرفت. الان تلاش میکند با فشار، با روش‌های گوناگون که حالا مثلا این مصاحبه را از کمیرسند برداشتن، این مصاحبه را از رادیو آزادی برداشتن، اما این فکر را نمیتونن از مغز یک مسئول، یک تحلیلگر روس یا قزاق یا چینایی یا اروپایی برداشت. این تفکر، این دیدگاه و این تحلیل وجود دارد و این روز تا روز دارد بیشتر می شود. بیشتر جامعه جهانی درک کرده ایستاده است که رحمان با این سیاستش هم خودش و هم کشور را در یک حالت بحرانی قرار داده ایستاده است و باید یک راه حل پیدا کرد و من فکر میکنم که روس‌ها با مطرح کردن این موضوع در جستجوی یک راه حل تنها برای تاجیکستان، برای کل منطقه هستند. خب تشکر میکنیم از راهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جناب آقای محی الدین کبیری و همچنین اظهار تشکر از هیئت ایجادی دپارتمنت اطلاعاتی پیمان ملی تاجیکستان و از همه نفرانی که با ما بودند، بینندگان عزیز و همدیاران عزیزمان. و اینچنین یادآور میشویم که این سوال هایی که حالا جناب کبیری پاسخ دادن، اینها همه در شبکه اجتماعی یوتیوب بودن و سوالات زیاد هم اینجا در شبکه اجتماعی فیسبوک جمع آوری شده است و در بخش دوم با این سوالات شما حتما رهبر پیمان ملی تاجیکستان جناب محی الدین کبیری جواب خواهند گفت. سلامت باشید تا بازدید. سلامت باشید. من هم در نوبت خود با شما اظهار میnnتداری میکنم، دستاندرکاران این شبکه و کسانی که در استودیو هستید و عذرخواهی میکنم بار دیگر از بینندگان محترم که به همه سوالها نتوانستیم جواب بگیم. ان شاء الله این وعده رو میدیم که در صحبت‌های بعدی سوال‌ها هم همه سوال‌ها جواب‌های خود را خواهند یافت. تا صحبت‌های بعدی شما رو به خداوند منان میسپارم.